اینجا ورودی بوده به سمت اتاق‌ها، تابلوی نقاشی فرح و رضا و فرحناز. اینجا اتاق‌ها مشترکشون بوده؟ نه جدا بودن. اتاق خوابه محمد رضا پهلوی، در واقع میز تحریرشون، تابلو فرشا، تصویر پدر و مادرشون رضاخان و تاج الملوک و اتاق خواب ملکه. اتاق خواب کی گفته؟ ملکه همون فرح دیبا. این خانم محمد رضا شاه. محمد رضا شاه چند سال فرانی کردن در ایران؟ تقریبا 20 پدرشون که رضاخان 15 سال 40 خورده ای شد دیگه. حالا پسرشون در امریکا هست؟ نه همون دوره آره پسرشون که میشه در واقع پسر محمد رضا شاه. خود محمد رضا شاه 2 سال بعد از انقلاب فوت میشه. انقلاب کدام سال شده بود؟ پسرشون الان در فرانسه و امریکا هستن به نام رضا پهلوی. حالا دعوت دارن که اون پرزیدنت ایران شد. همونطوری؟ خب تمایل دارن، نمیدونم حقیقتش اینکه به چه صورت بوده، ولی در اون دوره از تاریخ در واقع خروج کردن دیگه، خارج شدن از این. یکی از ریز بافترین فرش های مجموعه هست به نام فرش عمواغلی مشهد که در واقع خود عمواغلی اصالتاً اهل آذربایجان تبریز بودن. به دلیل ارادتی که به امام رضا داشتن، شغلشون که نساجی بود رها میکنن، وارد شهر مشهد میشن و حرفه قالیبافی روی میارن. بعد از اون کارشون در واقع شاهکاری میشه در دنیا که اثر همون عمواغلی هست. تاپستری یا گوبلن فرانسه است. قدمتش 300 ساله، جنسش از ابریشمه، مربوط به تاریخ ایران هست. دربار خشایارشاه و ملکه استر رو نشون میده که در دوره حالا خشایارشاه یک زن یهودی بوده که وارد دربار ایران شده بوده. در واقع کمدها رو میبینیم اهدایی دولت کره بوده به فرزند محمد رضا شاه به نام فرحناز پهلوی که جنسش از چوب، فلز و صدف هست. جلد سر اتاق آرایش فرح رو داریم. اتاق میکاپ یا همون آرایش ملکه که در واقع لیست عباس فرانسوی هست، چون طراحی داخلش دست گروه فرانسوی بوده. صندلی ها و پارچه کشی دیوارها اینها همه دست یک گروه فرانسوی بوده. بعد ما اتاق رختکن یا لباس فرح رو داریم. باز یه سری تابلو هست، آثار ویکتور بازالی، نقاش مجارستانی بوده. به نام اپتیکال آرت، هنر دیدگانی کار می‌کردن در واقع. اینا همه اثرشون. اتاق لباس فرح بخشی از لباس‌هاشون سوزاندوزی شده هست که هنرمندان بلوچ انجام میدادن و سعی می‌شده در مجالس بین‌المللی از اینها استفاده بشه. سلام علیکم، خسته نباشید. مهمانمون از تاجیکستان تشریف. این فضای اتاق بچه‌هاشون بوده. اولین اتاق با اتاق دختر اولشون از فرح به نام فرحناز شروع میشه. فقط یه مقدار اتاق باری که باتش ببرین داخل که بتونین راحت تر. بچه ها پایین. اینجا اتاق لباس فرحنازه دخترش رو و اتاق مطالعه‌شون بوده. اینجا جای مطالعه میکنه. آفرین، مطالعه فرحناز. مثلا اینکه داخل اون قفس اون پرنده تاکسیدرمی شده هست.
اینم نقاشیش هست که ویدال کوادراس طراحی کرده. اتاق خواب برافراست. اینم که سرویسشون بوده. این تابلو هدیه هنرمندان چینی هست از صدف در ابعاد مختلف به شکل گل و میوه، ولی از صدف در واقع تهیه شده. بعدی اتاق ندیمه فرهناز معمولا خب ندیمه ها فرانسوی بودن، انگلیسی زبان بودن، دائم در کنار بچه ها بودن، باشون صحبت میکردن که مسلط بشن به زبان. چند تا فرزند داشتن؟ 4 فرزند. 4 فرزند. چند پسر چند دختر؟ 2 دختر 2 پسر. پسر. این اتاق پسر